مسئولان فابریکه ظرفشویی اپریلوفکا بعد نشر شکایت کارگرانش در رادیوی آزادی ادعا دارند که معاش کارگران را پوره پرداختند. январа мана гирифтем моҳи феврал то 5 марта худо иди занона ҳамаша мегиранд. کارگران فابریکه اپریلوفکا واقع در ولایت سوخت به رادیوی آزادی شکایت آوردند که 3 ماه باز معاش نگرفتند. میگفتند مسئولان هر روز وعده میدهند اما مزد کار را نمیپردازند. акун ҳама вақт аввали солга камтар мушкилӣ мешуд лекин то он дараҷа ки воима мекунад умуман ин хел гапо беасос. دیدار خبرنگاری رادیوی آزادی از این فابریکه ظرفشویی نشان داد که گپ‌ها نیز آنقدر بی اساس نبودند. در همه اویله‌ها این خیلی خمودی‌ها هست. و گفتی رسو گویم نکاج دیده خلبس ماسلم خوشی. در کارخانه اپریلوفکا 700 نفر کار میکنند. معاش میانه آنها 2760 سامانی است. منصور مشرفوف و ددامت اعظموف 10 سال است یک جا کار میکنند. گاهی هم تا 3 هفته مزد کارشان را دیر میپردازند. میگویند مسئله پرداخت معاششان اکنون برطرف شد. معاش گرفته بله. و تأخیر دادن معاش در کارخانه ظرفشویی اپریلوفکا از جانب مأموریت یک چیزی معمولی ارزیابی می شود و آن را نگران کننده نمی حسابند. آنهایی را که صدا بلند کردند اغواگر می دانند. همین شرایط مهنتی ما معقول نمیکنند، طلبات ما معقول نکردی بعدی سالینا با آنها شرط مهنتی بسته نشد. ممکن همونو اغوا انداختن نگون گوید بادری اغوا کردن پهن کردن. به هر صورت به اعتراف سازمان کسبه کارخانه یک موضوع اصلی شکایت کارگران این کارخانه معاش است. اساسا مراجعت کردن کارگران این در همین مسئله مراجعت میکنن که اویدی از نو دیده برآمدن معاش یا بلند کردن معاش. اپریلوفکا از بزرگترین کارخانه های استحصالی تاجیکستان محسوب می‌یابد و در یک شبانه روز تا 900 و سالانه تا 300,000 تن معدنی دارای نقره و طلا را کارکرد می‌کند. بر پایه معلومات رسمی این کارخانه از سال 2002 تا کنون به مبلغ بیش از 1.4 میلیارد سامانی مال تولید کرده به بودجه دولت 270 میلیون سامانی انداز داده است. در شهرک کانسای نزدیک آن 6,000 نفر زندگی می کنند و برای بیشتری آنها کارخانه اپریلوفکا جای کار است. وقتی که کارخانه به کار درآمد شماره مهاجران در شهرک ما نسبت به سالهای پیشتر کم شد. خدا خواهد. اپریلوفکا در زمینه پایگاه اتحاد استحصالی تاجیک طلا سال 1996 تأسیس شده است. 49% سهمیه های آن به شرکت گالف اینترنشنال مینرالزی کانادا تعلق دارد. 51% را جانب تاجیکستان در دست دارد. محصولات اساسی خوله طلای نقره داره می باشد که بعداً تا طلای از جهت شیمیایی تازه ایارش عالی ترین 999 رسانیده می شود.